Present perfect progressive or present perfect continuous tense هر دوش یک معنا میده. زمان حال کامل استمراری یا زمان حال کامل جاری. هر کدامش که بر شما آسان است. Definition تعریف میکنیم. چه قسم تعریف میکنیم؟ Present perfect progressive tense shows an action. زمان حال کامل استمراری یک عمل را نشان میدهد which started in the past که در گذشته شروع شده است and has continued until now و تا حال ادامه دارد or almost until now یا تقریبا تا حال ادامه داشته. یک تعریفش in other words یا به عباره دیگر present perfect progressive means the action has been happening. میگه زمان حال کامل استمراری معنایش این است که عمل در حال اتفاق افتادن بوده over time در طول زمان and continued until now و تا حال ادامه داشته بوده. هر کدامش که بر شما آسان است یاد کنین. دوستای عزیز به گراف نگاه کنین. past است یعنی present هست و هم future است. ما گفتیم یک عمل در گذشته شروع شده بوده، در اینجا شروع شده و ادامه داشته بوده تا چی وقته؟ تا حال را، تا پرزنت. اینی معنای present perfect progressive tense است. عمل در اینجا شروع شده، در گذشته هست، ببینید، و تا حال ادامه دارد. اینی معنای present perfect progressive tense است. در مثالش چی؟ I have been cleaning my house. من در حال پاککاری خانه خود بوده ام. خوب به ترجمه دقت کنید. I have been cleaning my house. من در حال پاککاری خانه خود بوده ام. درست؟ شماره 2. You have been waiting here for 2 hours. شما برای مدت 2 ساعت اینجا منتظر بوده اید. درست؟ شماره 3. Have you been waiting here for 2 hours? آیا شما اینجا در مدت 2 ساعت منتظر بوده اید؟ مثال اول دقت کنین. I have been cleaning my house. من در حال پاککاری خانه خود بوده ام. درست؟ و این عمل پاککاری شاید از اینجا شروع شده باشد، در گذشته شروع شده و تا حال ادامه داره و همین لحظه هم من در حال پاککاری خانه خود هستم. درست؟ شماره 3. Have you been waiting here for 2 hours? آیا شما برای 2 ساعت اینجا منتظر بوده اید؟ یعنی هنوز منتظر هستید؟ پس به این شکل ما جمله ساخته میتونیم در present perfect progressive tense. How can make present perfect progressive tense؟ چطور میتوانیم که بسازیم present perfect progressive tense؟ خب دوستان عزیز، ما در درس‌های گذشته یادآور شدیم که ما دو چیز بسیار مهم است در ساختار زمانها. یکی شکل فعل هست و یکی هم helping verb یا فعل کمکی. ببینیم شکل فعل کدام است؟ Form of the verb. The first form of the verb is ing or ing form of the verb. شکل فعل در present perfect progressive شکل اولی فعل است و همراه ing و یا میگیم شکل ing فعل است. درست؟ شکل فعل. helping verb در present perfect progressive tense است have been و has been. درست؟ simple sentences. حالا ما استراکچر در جمله ساده میبینیم. چی هست؟ subject هست plus have و has هست plus been هست plus verb ing هست. در بسیاری وقت ما verb ing نوشته میکنیم یا در بسیاری وقت verb plus ing plus object or complement plus dot. اینی ساختار در جمله ساده هست. example. Ali has been working here. علی در حال کار کردن بوده است اینجا. درست؟ خب علی چی است؟ subject. has خودش، been هم خودش، working چی است؟ verb plus ing. here چی است؟ complement. شماره 2. She has been writing this book. او زن در حال نوشتن این کتاب بوده است. خب she چی است؟ subject است. has خودش است. been هم خودش. writing چی است؟ verb و ing هست. this book چی است؟ object هست. You have been doing your homework. ما در حال انجام دادن کارخانگیتان بوده اید.
negative sentence جمله منفی. در جمله منفی ما فقط بعد از have هست چی not اضافه میگیریم، بقیه خودش، subject هم خودش، have has هم خودش، فقط بعد از have has not اضافه میگیریم، been هم خودش، verb ing هم خودش و object complement هم خودش. مثلا I have not been working here. من در حال کار کردن اینجا نبوده ام. I چی هست؟ subject هست. have خودش هست. بعد از have چی هست؟ not هست. been هم خودش هست. working verb ing ما here چی هست؟ complement. شماره 2 She has not been doing her homework. او زن در حال انجام دادن کارخانگیشان نبوده است. She چی هست؟ subject هست. has هم خودش هست. not خودش. been هم خودش. خب doing چی است؟ verb ing. her homework چی است؟ object است. شماره 3 They have not been working here. They have not been working here. آنها در حال کار کردن اینجا نبوده اند. They چی است؟ subject است. have خودش است. خب not هم خودش. been هم خودش. working چی است؟ verb ing. here چی میشه؟ complement. question sentence جمله سوالی. در جمله سوالی have هست در اول جمله میاد، بعدش subject است، بعدش been هست، بعدش verb ing است، بعدش object و complement، بعدش هم question mark. در جمله میبینیم has فرید been working here؟ آیا فرید اینجا در حال کار کردن بوده است؟ has چی است؟ have has است. فرید چی است؟ subject هست. been هم خودش. working verb ing هست. here چی است؟ complement است و question mark هم خودش. شماره 2 Have you been writing this book؟ آیا شما در حال نوشتن این کتاب بوده اید؟ have در اول جمله می خودش. you هم که subject هست. been هم که خودش. writing verb ing ما هست. this book چی میشه؟ object. شماره 3 Have you been reading this book؟ آیا شما در حال خواندن این کتاب بوده اید؟ خب have چی هست؟ have هست فعل کمکی ما هست. you subject هست. been هم خودش هست. reading verb ing هست. this book چی میشه؟ object. این بود جمله سوالی در present perfect progressive tense. formal negative and interrogative جمله سوالی منفی رسمی. دقت کنید دوستای عزیز، جمله سوالی منفی رسمی. در جمله سوالی منفی have هست خودش plus subject، بعد subject not میاد دیگه. been هم خودش، verb ing هم خودش، object complement هم خودش و question mark هم خودش. درست؟ example number 1 Has Farid not been working here؟ آیا فرید در حال انجام دادن کار اینجا نبوده است؟ has چی است؟ فعل کمکی ما هست. فرید چی هست؟ subject است. not هم خودش. been هم خودش. خب working چی است؟ verb ing ما. here چی است؟ complement و question mark هم خودش. شماره 2 Have you not been playing football؟ آیا شما در حال بازی کردن فوتبال نبوده اید؟ have چی است؟ فعل کمکی ما هست. you subject است. not خودش. been هم خودش. playing چی است؟ verb ing ماست. football here چی میشه؟ object. question mark هم خودش. شماره 3 Have you not been helping your wife for housework؟ آیا شما در حال کمک کردن به خانومتان در کارهای خانه نبوده اید؟ have چی میشه؟ فعل کمکی ما میشه. you subject ما میشه. not هم خودش. خب been هم خودش. helping چی است؟ verb ing. your wife for housework چی میشه؟ complement. درست؟ این بود formal negative and interrogative. اینجا چی است؟ informal negative and interrogative. دوستان عزیز دقت کنین، در informal ما فقط having و hasn't در اول استفاده میکنیم دیگه. subject هم خودش، been هم خودش، verb ing هم خودش، object complement هم خودش و question mark هم خودش. درست؟ مثلا در مثال haven't they been playing football؟
آیا آنها در حال بازی کردن فوتبال نبوده اند؟ به استرکچر ترتیب میدین. having خودش دی چی میشه؟ سابجکت میشه. been خودش playing ورب آینجی میشه. فوتبال چی میشه؟ object. کوشن مارک هم خودش. شماره 2 hasn't she been cutting her hair؟ hasn't she been cutting her hair؟ مگه آیا او زن در حال قطع کردن موهایشان نبوده است؟ با فرمول تطبیق بدین. hasn't خودش در اول آمده. خب she چی میشه؟ سابجکت میشه. been هم خودش cutting ورب آینجی میشه. her hair هم چی میشه؟ object. شماره 3 hasn't Ali been eating lunch؟ آیا علی در حال خوردن نانچاش نبوده است؟ hasn't خودش فعل کمکی ما هست. خب در حقیقت has not است دوستان عزیز، دقت کنید. ولی ای که hasn't آمده به شکل اختصارات آمده. خب علی سابجکت است. بین هم خودش eating ورب آینجی. لنچ هم چی میشه؟ object ما میشه. این بود informal, negative and interrogative در چی؟ در present perfect progressive tense. دوستای عزیز اینجا یک یادداشت داده. نوت میگه since and for. وقتی که ما since for استفاده میکنیم دقت کنید دوستای عزیز که در present perfect progressive tense since و for بسیار حائز اهمیت است. مثلا در دو مثال شما توجه کنید. Hasn't Ali been eating apple since morning؟ آیا علی در حال خوردن سیب نبوده است از صبح؟ خب وقتی که since استفاده میکنیم این دلالت شروع عمل یا به زمان آغاز یک عمل دلالت میکنه. جمله دوم haven't we been drinking coffee for 2 hours؟ آیا ما در حال نوشیدن کافی یا قهوه نبوده ایم برای مدت 2 ساعت؟ خب اینولی ما یک استرکچر به در نظر میگیریم. در جملات ساده استرکچر این استرکچر است، تنها در اینجا سینس و فور اضافه شده. دوستای عزیز دیگه این استرکچر است. ما سینس و فور به خاطر نوردیم که در استرکچرها طولانی میشد، پس کمی گیج کننده بود. اما این استرکچر شما یاد بگیرین و در بسته 4 استرکچر دیگه شما خودتان میتونید تطبیق کنین. سابجکت همون سابجکت است، have و has همون خودش است، been هم خودش است، ورب آینجی هم خودش است، object هم خودش. تنها since و for اضافه شده و plus time. وقتی ما since و for استفاده میکنیم تایمش هم ذکر میکنیم. دیگه نقطه هم خودش. مثلا یک مثال اینجا در نظر میگیریم. Ali has been eating apple since morning. علی از صبح در حال خوردن سیب بوده است. خب علی چی میشه؟ سابجکت میشه. has هم خودش است، been هم خودش است. خب ورب آینجی چی میشه؟ eating میشه. apple هم object میشه. خب since هم خودش و تایمش چی میشه؟ morning. به این دقت کنین، گیج نشوین، خیلی آسان است. تنها since و for و تایم اضافه شده، دیگه استرکچر خودش است. شماره 2 Ali has been eating apple for 2 hours. این جمله است، تنها for اضافه کردیم و تایمش تغییر دادیم. Ali has been eating apple for 2 hours. علی در حال خوردن سیب بوده است برای 2 ساعت. درست است؟ دقت کنین در بسیاری جای وقتی که ما since و for استفاده میکنیم گیج نشوین که در بقیه استرکچر ها هم since و for نداشتیم، در این جمله since و for آمده چطور شده؟ درست؟ since و for رو به خاطر نوردیم که جملات استرکچر ها کمی طولانی میشد، پس حفظ کردنش سخت بود. دوستای عزیز، یگانه راهی که شما میتونید ما رو تشویق کنین و دوستایتان همکاری کنین این هست که لایک کنین، اگر مشکل داشتین در جای کامنت کنین و درس ها را شیر کنین با دوستایتان. خداوند یار و نگهدارتان.